айни замон мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба Шин Киёкушинкай ба хотири таҷлили 31-умин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён дорад. Ҳамкорони мо дар майдончаи варзишии шаҳраки 65-умин ноҳияи Фирдавсии пойтахт ҳузур доранд ки мо ҳоло бо онҳо дар тамос мешавем. Салом Муродалӣ. Вобаста ба баргузории мусобиқаи кушоди шаҳрӣ барои бинандагон маълумот медодед. Mirzabayev ma سپاس پروین بانو. البته بهوده نیست که در عرفه جشن صاحب استقلالی کشور مخص مسابقه های جمهوریوی و شهر دوشنبه خیلی زیاد هستند. من جمله یکی از مسابقه هایی که سر تا سر از صدا و از غلاغل است، این البته مسابقات شهر دوشنبه در نماد کاراته کیوکوشینکای شین کیوکوشینکای محسوب میشد. حالا ببینید که در اینجا شماره زیادی والدین، پدر و مادر، ورزشکاران جمع آمده این مسابقات شهر دوشنبه را در فضای صاحب استقلالی کشور مخصوصا با شکوه و شهامت بلند برگزار می‌گردند. مقصد در برگزاری مسابقات نیست رشد و رونق این رشته ژاپنی شین کیوکوشینکای محسوب میشود که الکی شماره راغبان و دوستدارانش را خیلی زیاد کرده است. ما باور داریم که برگزاری چنین مسابقات سطح شهری و جمهوریوی میتواند که برای جلب بیشتر نورسان و جوانان مخصوصا در همین در عرفه جشن‌های ملی باز هم برای مردم کشور یک جشن دیگر را جمع کند. از جهت دیگر چنین انشاءات معاصر ورزشی میتواند که شماره نورسان و جوانان را به هم بیارد و جلوی پرچم کشور عزیزمون مخصوصا در همین مسابقات باز هم جلوتر دهد و والدین و ورزشکاران را با هم جمع بیارد. این مسابقات مس در عرفه جشن 31مین سالگرد صاحب استقلالی کشور برگزار میگردد. الکی ما شوق و رغبت و همون هوسی که در قلب نورسان است این لحظه احساس میکنیم. پروین بانو. تشکر زیاد.